تو این ویدیو قراره بهترین بیسیک سیزن رو بهت بدم. یه موقع رد نکنی و تا آخر ویدیو همراه من باش که بیسیک رو بهت بدم. آقا سلام دوستان عزیز، حالتون چطور؟ من سین 7 هستم و خوش اومد به ویدیو جدید از چنل خود آقا عشقا. چه خبره؟ چیکارا میکنین؟ امیدوارم حال دلتون توپ باشه با این آپدیتی که اکتیویژن داده. واو دوباره سرم سود کشید. آپدیتی داده هست، یعنی تالان هیچ جوره نریده بود. این بار قشنگ هست، قشنگ به صورت واضح، به صورت زیاد واضح. یه پاشو گذاشت این ور کالاف، یه پاشم گذاشت اون ور، رید وسط کالاف. میدونی خیلی هستن یعنی هست همه جور ریده تو بازی. البته باز جای شکرش باقی که هنوز موومنت ها رو دستکاری نکرده. موومنت ها دستکاری شه بتل پلیرها تا یه مدت اصلا بتل پلیرها تا یه مدت کلا همه فلج میشن موومنت عوض شه. حالا باید ببینیم چی میشه، ولی فکر نکنم موومنت ها عوض کنم. آره بهتره که عوض نکنم، چون عوض کنم خیلی واسه بتل پلیرها بد میشه و اعتراضای شدیدی به سمت اکتیویژن میاد. خب حالا بریم سراغ یه سری صحبت‌های دیگه که واسهتون بگم و اینا رو و بریم بیسیک رو بهتون بدم. آقا تو آپدیت جدید اکتیویژن یه سری باگا هست واسهتون بگم که شاید بدونید یا ندونید. خب یکی از این باگا این بود که فکر کنم رفتم شده. آره رفت شده. اشتیار ایمش کوچیک بود، نمیدونم دقت کردید یا نه، ولی ایم اشتیار خیلی کوچیک بود. اندازه چی بگم، اندازه یه بند انگشت شده بود دور دورین. در حالی مثلا دیل باز میکردی، مثلا ایم دیل باز میکردی عادی بود مثل روال قبل، اما اشتیار واقعا ایمش خیلی بد شده بود. باگ هم بود، فکر کنم درست شده اون یکی. بعد یه قابلیت هم اضافه شده وقتی هست لند میدی واسه اولین بار، مثلا لند میدی از هوا میای پایین 1 ثانیه مکس میکنه. مثلا تو میخوای بری پای دراپ بکشی، مثلا اون کسی که انمی پای دراپ باشه تو رو میزنه تا تو 1 ثانیه بخوای بلند شی. آخه من ریدم تو این چیزی که تو گذاشتی تو بازی. راستی بچا اینجا هم دارین میبینید مثل اسکولا دارم بالا پایین میکنم، دارم اینجا شلاقی تمرین میکنم. اگه دوست دارید آموزش شلاقی بذارم واسهتون که میذارم. این یکی از سخت‌ترین روش‌های شلاقیه که 50-50 میگیره. مثلا با حرفه‌ایاش هم به زور اینو در میارن. 50-50 راستی. یه دونه شلاقی هم جلوتر واسهتون زدم، امیدوارم خوشتون اومده باشه. خب این سراغ چیزا دیگه بحثی که واسهتون گفتم درباره آپدیت. بعد میتونید وقتی که دارید آرمور میزنید درا رو باز کنید بدون که آرمورتون قطع شه، یا مثلا موقع ریلود میتونید لوت هم کنید. اینا مثلا یه سری ویژگی‌های دیگه است. یا مثلا میگید همه چی باید خودمون دانلود کنیم، مثلا پلیری که مثلا گوشیش یا دیوایسش نمیکشه واقعا سنگینه واسه وقتی کال آف 4 گیگ باشه یه سری چیزا اضافی دانلوده. اما مثلا چیزی رو نخواد دانلود نکنه، الان حجم کال آف اگه اشتباه نکنم شده 1 گیگ و 900 وقتی بخوای نصبش کنی. آره شده 1 گیگ و 900. قبلا چقدر بود؟ قبلا 3 گیگ و 500 اینا بود و اینم لگش کمتر شده. راستی فریم ریت هم برای اکثر پلیرها بیشتر شده تا مکس، یعنی 60 fps باز شده دیگه. اون رفیقتون هم نمیتونه بهونه بیاره. آقا اینجا یه شلاقی براتون زدم، نظرتون رو تو کامنت ها بهم بگید. اگه دوست داری شلاقی زیادتری واسهتون بزنم. حالا من زیاد جالب نزدمش، میدونی چرا؟ چون چیزه جای شیب دار بود خیلی قشنگ در میاد. ولی خب واسه بچه‌ها کیارم هم یه روزه اومده، اگه تونستید با 6 تا سی پی بگیرش، واقعا ارزش داره. ببین یه جوری وان شات میکنه هیچ جوره چس لژند وان شات نمیکنه. نمیدونم داستان چیه، حتی با لانگ برل مثلا لانگ برل اپیک فقط روشه. اتچمنتش واقعا اوکیه، فقط باید با ایم بزنی. بچه همیشه از مغز بازیتون هم استفاده کنید. من اینجا رکب خوردم، نباید میرفتم اینجا رو. رکب خوردم خیلی رکب بدی خوردم. مچ تقریبا میشه گفت جمع بود. این گیم پلی هم که شما میبینید شرمنده سطحش پایین بود. سنسور رو هنوز اوکی نکرده بودم، این واسه 2 روز پیش این گیم پلی سنسور رو اوکی نکرده بودم. آره خدا الان میگید واسه 2 روز پیشه، تو چطور میگی که آره با 6 تا سیفی میگیری؟ نه آقا درسته گیم پلی واسه 2 روز پیش بوده، ولی خب من امروز دارم صحبت میکنم روی ویدیو. بریم بیسیک هم بهتون نشون بدم. فقط عشقا باید یه گزینه هست، باید تو حالت وارزون اونو
جابجا کنید اگه دوست داشتی. خب آقا بریم سراغ ستینگ تا این دنسمون تمام شه. خب اولین گزینه تا برم رو حالت بیار مود براتون، اینجا اولین گزینه از همینجا شما میاید پایین، این اسلاید تو چک اراوند اینو بعد میدارید رو اونیکیش قرار میدید. حالا اسمشو خوب نمیتونم بخونم، اونیکی که میذارید و همین راتیون هم اوکی میشه اسلایدتون. خب اینم از بیسیک آروم واسهتون رو پایین میرم. بعد یه سری گزینه‌ها دوباره اکتیویژن خودش واسم آنشون کرده بدون اینکه اصلا من بدونم. مثلا ADS button for rotation رو واسه من آن کرده، باید آف باشه در حقیقت. هر بار میرم بیرون این بلا رو سرم میارم. منم موقعی درسته فقط اون یه گزینه رو مان آف میکنه. واقعا نمیدونم چی بگم، همیشه داره ما رو اذیت میکنه. آقا اگه محتوای سالمو دوست داری چنل منو ساب بزن، اگه هم دوست نداری خب خدا نگهدارت. همینجا ویدیو رو ببند و خدا نگهدار. اگه دوست داشتی با محتوام حال کردی یه لایک ساب زنگوله بزن، جات رو چشامه. تا اینجا هم دیدی عشق خودمی، تاج سر منی. اینم از بیسیک. اگه کد رنگم خواستی تو ویدیو قبلی هست میتونی ببینی. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار. آها راستی اتچمنتم بهتون بدم. خب این از اتچمنت اچ واقعا خیلی جوابه. این اتچمنت اچ تو این سیزن خیلی جوابه، حتما برید بشینید پشیمون نمیشید. اتچمنت سریله و اشتیار رو دیلم هم بهتون میدم. خب این سریبن معمولی با سریبن میتیکه اتچمنتش یکیه. اگه خواستید بشین واقعا اتچمنتش جوابه. این هم از سریبن میتیکه، جفتشون اتچمنتش یکیه. بعد اشتیارم هم بهتون بدم. بیوای هم زیاد جالب نیست، منو بهتون میدادم. این اشتیار حالا دانلود نمیشه، دانلود ندارم، میگم چرا باگ دانلود نمیشه. 800 کیلوبایت دانلود نمیشه. این اتچمنتشه، حتما بشینید خیلی جالبه. اینم اتچمنتش. اتچمنت دیل هم هی با این رو گلو داتن کلا، ولی من زیاد اشتیار میکشم. حال با اشتیار بهم حال میدم. چرا نگاه تو دستم بهتر میچسبه. البته تو دست من که نمیچسبه، رو دست اسکین هم میچسبه، نمیدونم. خب اینم از اتچمنت ها عشقا. امیدوارم ویدیو به دردتون خورده باشه. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدارتون. لایک ساب زنگوله یادت نره. فعلا خدا جی جی.